با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخانه است و هم صحبت من هستند آدینه محمد آدینه‌یف. یادآور میشم که آدینه محمد آدینه‌یف مؤسس و مؤلف صحیفه پنجنامه در شبکه‌های مختلف اجتماعی میباشند. برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت را پذیرفتید. خب بگید چه حال و احوال دارید و زندگی رو امروز چگونه پس سر میکنید؟ خدا رو شکر خوب است. زندگی رو پس سر میکنیم. چرا شما چند سال است که بعد ترغیب مثنوی معنوی دست دادید؟ چرا کتاب‌های دیگر نه؟ چرا مثلا گلستان و بوستان نه بعداً این کارا هم کردید؟ ولی چرا شروع کردید از مثنوی و این از کجا ریشه میگیرد؟ پدرتون در خانه این کتاب رو میخوند، مادرتون میخوند، خودتون جای تعلیم گرفتید و چرا فکر کردید که باید مثنوی تبلیغ کنید؟ این همون تخم‌هایی بودند که همون بذرهایی بود که در دوران کودکی در وجود ما پوشیده بودند، چون در یک محیط کلان شدیم که مثنوی میخوندند. مرحوم پدرم یاد دارم خیلی با این شیوه علاقه داشتن و در همون محیط دیه هم همیشه حرفی مثنوی بود اون نفرانی که من در گردشان بودم و آهسته آهسته من همین رو فهمیدم که دنیای باطنی من با خب عالمی که مولانا در مثنوی بیان میکنن بسیار نزدیکی دارد. خب این همه میدونیم که هر نفری ما به یک شاعر یا به یک نویسنده یا یک نفری خوب علاقه داریم. به همه بزرگان علاقه دارم، اما به قول خودی مولانا که میگن همه را بیازمودم زیت خوش درم نیامد. مولانا و مثنوی چیزی دیگر است برایم. به این خاطر وقتی که من میدیدم در مثنوی این چیزها هستند و چیزی رو که خود میخوندم میخواستم به دیگران هم دیم، چون دلیر جان وقتی که ما میبینیم بعضی نیازهای فطری بشر هست که از بود زمانی و مکانی بیرونن، مثلا آرامش زندگی، یک زندگی که معنا داشته باشد. همین ها در مثنوی برعلا هستن. آدمی که خودی مولانا مثلا میگن که چون شدی گر شدی عطشانی بحری معنوی فرجه کن در جزیره مثنوی. اگر تو مثلا تشنگی همین معنویت رو احساس کردی تو به جزیره مثنوی، یعنی که مثنوی رو مثل یک جزیره تمثیل میکنن، اگر اینجا بیایی تو حتما میوی. بعد خوب در ادامه میگن که فرجه کن چندان که در هر نفس مثنوی رو معنوی بینی و بس. وقتی که تو وارد میشوی قطعا معنی رو پیدا میکنی، همون معنی زندگی که همه ما در کیم کجاها او رو جستجو میکنیم. میگن تو اگر به اینجا آیی حتما خوب این رو پیدا میکنی. این اولین. و دومین سبب مثنوی کتاب است که موضوع اساسی آن انسان است. خوشتران باشد که سیر دلبران گفته در حدیث دیگران. یعنی که اگر برفرض این شاید همین شاید نه قطعا همین گونه، اگر یک جامعه روید ناگاه یک نفر ببینید درباره کتابخوان صحبت دارد، شما حتما نگاهتون اون طرف میشه. عجیب است چون این پروژه شماست. یا که درباره اگر خودی دلیر وقتی که ما انسان ها میبینیم که اطراف ما صحبت می‌رونه که انسان برای ما جالب است. مثنوی کتاب شاید کتاب به اندازه مثنوی ما نیابیم که اطراف انسان و ضعف و قوت‌های آن شناخت انسان صحبت دقیق خیلی ذره مثل اون است که یک همین انسان گویا از یک حجیره‌اش میگیرد تا به همه اون اعضاش میبرد میرساند. در اول گفتید که نیازهای فطری، نیازهای روحی انسان و معنویات، فکر میکنید تا کجا جامعه ما امروز نیاز دارد به یک تربیه روحی، تربیه معنوی، تربیه فطری خودش تا کجا نیاز دارد؟ چی احساس میشود؟ به گمان من حتی نیازی که امروز ما به این چیها داریم شاید از هر دور و زمان بیشتر شده باشد. شاید از هر دور و زمان. خوب چرا؟ چون که ما در یک عصر زندگی داریم که ببینید در خانه نشسته ایم، ما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی کیم از کدام گوشه دنیا می‌نشینن اداره میکنن. خوب افکار ما رو، چون انسان همین افکارش است. وقتی که اونها افکار ما رو اداره میکنن دیگر ما میرویم به سمت همون. به این خاطر ما امروز قطعا به این چی نیاز داریم نسبت هر دوره پیش. خودی حضرت مولانا هم در مثلا یک قصه عجیبی دارن. مثلا میگن یک مرد خیاطی بود، بسیار در برابر این که خیاط بود یک دوزی ماهر هم بود. هر کس اگر نزد او می اومد از همون خوب
پارچه‌ای که برای او به اصطلاح می آوردن که چیزی بدزدن می‌دزدید. یک روز یک مرد، یک ترک، یک جا نشسته بود، همین نقل را شنید و گفت خب من میتوانم کاری کنم که از من ندزدد. اونا گفتن اون از تو ماهرترها رو، از تو زیرک‌ها رو هم فریب کردم. اما این شرط کرد و گفت من میروم. یک پارچه بسیار قیمتی گرفت، نزد آن خیاط آمد. بعد وقتی که برای خیاط داد، خب این هم میدونست کار خودش رو، با یک سلام خوبی با احوال پرسی و بعد وقتی که نشست برای او چندی از افسانه و از اینجا میگفت. خب این اول جدی تر بود. بعد این آمد گفت باید من نقطه ضعفی رو پیدا کنم. یک به قول انکدوت اگر لطیفه بسیار خنده‌آور برای گفت، دید که این دیگر دلش به حضور شد به قولی از خنده، این همون فرصت رو غنیمت شمرد و یک پارچه رو، یک بخشش رو دزدید. این خواهش کرد یک لطیفه دیگر گفت بسیار گفت راحت کردم. این دوم لطیفه رو گفت باز او دزدید. سومی رو خواهش کرد. وقتی که چهارم بار خواهش کرد گفت لطیفه که مشکل نیست، من میگویم اما میترسم این به جای جامه شدن برای تو شاید یک لباس زیر هم بشه. یعنی که امروز عینی همین چی رو برای ما میکنن. اگر ما نگاه کنیم، خب از تلویزیون ها شروع کرده تا شبکه ها و دیگر چیزی که طرحریزی کردن، یعنی یک چیزی رو برای ما میدن، اما در برابر اون گرانترین چیز که همون سرمایه عمر ماست چنان از ما میدزدن که یک وقت ما میبینیم. در همین جا بعد اگر خودی همون ابیات رو هم قرائت کنیم، خودی حضرت مولانا میگن وقتی که او خواهش میکرد میگود بوسه افشان کرد بر استاد او که به من بهر خدا افسانه گفت، از برای خدا برای من گفت همین لطیفه را گفت. بعد مولانا اینجا میگن که ای فسانه گشته و محو از وجود چند افسانه بخواهی آزمود، تا که میخوای تو با این افسانه ها و چی وقتی خودت رو خوش کنی عمر خودت رو هدر دی. خندمینتر از تو هیچ افسانه نیست، بر لب گوری خرابی خیش است. این از تو هیچ چیزی جالبتر و افسانه تر و یا که همون به قول معجزه آورتر از تو دیده ندارد. تو توکی با این چیزها خودت رو مشغول میکنی. همون حافظ هم میگه وجودی ما معما است حافظ که افسونش فسانه است و فسانه. بعد در ادامه مولانا میگن ای فرو رفته به گوری جهل شک چنجوی اله و دستان فلک، توکی مثلا با اینها. لیکن ببینید اینها این رسانه ها واقعا یک رسالت دارن. قطعا اینا بله همینجوری که یک افسانه زیبا که برای همون مردی که میخواست متاع دزدیده نشود خواند، امروز همون با میلیاردها دلار شد، با میلیونها دلار شبکه‌ها تاسیس میدین و سیلوار اخبار و خبر و اطلاع را بالای جامعه پخش میکنن و افسانه میخونن. اونقدر این افسانه ها را زیبا میسازن، زیبا نقل میکنن، زیبا برای ما در شکل گزارش، خبر، برنامه، شو، فیلم، بازی، کلیپ ها اینقدر زیبا نشان میدن که واقعیت است. یعنی میبینیم مثل همون عروسکایی که به قول اقبال شما را فریب میکند این فرهنگ و ما معتاد میشیم دیگر میگیم که خب واقعیت این است، زیبایی این است، حقیقت این است و همون گونه که شما گفتید روحش میگیرد، اخلاقش میگیرد، بالاخره محوش میکند و مثل یک منقورتی که همون چنگیز ایمتوف در کتابش تصویر کرده است همون خیلی به همون تبدیل میشود. فکر میکنید چرا جوان امروزه تاجیک هم نمیتواند خودش بیاد سر این چیزا تصمیم بگیرد، خودش سوار شود در همون شبکه‌های اجتماعی مثل همون اسب دوند و بگیرد و اخلاق و معنویات و دانش ها را ترغیب کند؟ چرا جوانی ما یک کمی به همون افسانه ها خوابالو شده است؟ چرا افسانه های نمیخوانیم که اونا بیدار شدن با اون افسانه ها خواب میرن؟ فکر میکنید کجای اینجا غلط است؟ این تربیت باید از خانواده شروع شود، از مکتب شروع شود، از استاد، از کجا باید اینا شروع شود؟ دلیر جان ببینید وقتی که شاید این ترغیب ها برای اکثریت کار دهند، اما من باوری دارم امروز هستن نفرانی که عموما در جهان یا که جامعه‌ای که خب داده این چه ها نمیشوند، چون باید ما این کار رو در خانواده در همان دوران کودکی شروع کنیم. امروز گمان میکنم اکثر ما مثل یک ظرف خالی هستیم که مثلا ابزاری دستی همون بیگانگان قرار میگیریم، چون وقتی که هر کس بیند اگر ظرف خالی باشد هر چیز رو خود داخلی اون میریزد. برای اینکه ما ابزاری دستی اونها نشویم باید از همون کودکی از خانواده شروع کرده تا به باغچه و مکتب و دانشگاه جوانان رو باید طرز تربیت کنیم که خب وقتی که من فهمیدم که این خوب است و این بد، هیچگاه من جانب اون بد نمیروم.
هر کس در هر راهی هست باور کنید اگر اون حقم باشد او فکر میکند حق است. یعنی که همون راه باطل خودش حق، او همون باطل رو حق میپندارد. یعنی که برای اینکه ما در اون دم نفتیم باید ما دم شناس باشیم. میگه که ابو سعید ابوالخیر میگه که آنها میگه در باطل خودشون اونقدر غرق هستن که پروا حقیقت رو ندارن. چرا شما در حقیقت خود اونقدر غرق نمیشید که پروای باطل رو نداشته باشید و در نتیجه پیروز بشوید؟ ببینید چی گفتید که مثنوی محوریتش انسان است، یعنی خطابش انسان است و همه چیزی که در همون کتاب است برای رشد انسان، کمال انسان، به آرامش رسیدن انسان، فطرت انسان است. ولی از این طرف جهانی مادیگری به شدت پیش می رود. یعنی این جهانی مادیگری یک نوع شکست است روح انسان، معنویت انسان. و شما وقتی که به این کار تبلیغ کردید، آیا می نویسن انسانایی که در این عصر آدمو پای تکنولوژی و مثلا راکت و چیزهای پیش رفتن، شما هنوز میآیید از مولانا میگید، از اخلاق میگید، از مثنوی میگید و در زیر نوارهای ما می نویسن. پاسخ شما رو من میخوام بفهمم به عنوان یک نفری که ترغیب کننده این مثنوی و اخلاق هستید، پاسختون به افرادی که میگن اصل تکنولوژی است و شما از مثنوی میگوید چی است؟ بله، این سخن‌ها است. حقونه در شهرهای ما گاهن می‌نویسند، در دیگر جاها هم می‌بینیم که مثلا مردم به مرز می‌روند و شما هنوز مانده در بند اندیشه‌های مولانا. ببینید انسان اگر هر جا که رود اون نیاز دارد به این اندیشه‌ها. انسان اگر تنها به این جنبه علمی که مثلا امروز تکنولوژی و چه در نظر این بد نیست، اگر ما تنها این سمت رو گیریم و این رو فراموش کنیم، خود یک انسان میتواند به اندازه یک بمب اتمی خطرناک باشد. چون او اندیشه سالم ندارد. ببینید امروز جنایتکارانی که دست به جنایت وزنین میزنن یا که یک ملت، یک قوم رو نابود میکنن، اونها از همین قبیلن. اونها بله تکنولوژی رو خوب فهمیدن. به قبل ما علم دنیا و آخرت نداریم. این علمی که امروز منظور است خوب فهمیدن، اما این اندیشه رو که ندارن، او به جز خودخواهی دیگر چیزی ندارد. او به راحتی میتواند بیاید یک انسان رو نابود کند، حتی یک ملت رو نابود کند. ولی که وقتی که انسان این اندیشه سالم رو دارد، در برابر اینکه این پیشرفت ها رو دارد، برای او شرافت انسان، کرامت انسانی مهم است. به این خاطر به این انسان ها گفتنیم که شخصا من هیچ خوب منافات، هیچ زیادیت بینی تناقض این نمیبینم. از این دیده ها و باز هست. ببینید اگر یک قصه مثنوی یادتون باشد، میگوین که 4 نفر، یک فارس و بعد یک عرب و یک ترک و یک رومی، قصه ما انگور، بله. همون برای انگور یک نفر یک درهمشان داد، اینها سری همین دعوا کردن، جنگ کردن. بعد خب این میگفت، تو فارس میگفت من انگور میخوام، عرب میگفت من عنب میخوام، ترک میگفت ازون میخوام، رومی میگفت من استافیل میخوام. خب اینا فکر میکردن که چیزهای دیگرن، اما یک درهم داشتن. خب اینو فکر میکنم با این یک درهم این 4 مراد اینها برآورده نمیشود. و در اونجا مولانا میگه اگر اینجا یک انسانی باشد که تواند اینها رو فهماند، با همین یک درهم همون 4 مراد برآورده میشود. دنیای امروز عین همین است. یعنی ما فکر میکنیم اینها چیزی گوناگونن، اما اینها همش یک چیز هست. همین اگر یک جوانی تاجیک از فلسفه غرب آگاه می‌داشت، کتابخوان می‌بود و کتابم می‌فهمید، شد اینا نمی‌نوشت. برای چی؟ برای که اونا فکر میکنن که اینا از این بطن مادرشون به دنیا اومدن و رفتن به سمت تکنولوژی. اونجا نمی‌فهمن که دکارت بود و گگل بود و کانت بود و اینقدر فیلسوفه اومدن در نتیجه نظریه‌ها، اندیشه‌ها و کار کردن با اخلاق، افکار و این گونه کتابا رو وقتی نوشتن این افراد، این مردم بودن به سمت پیشرفت تکنولوژی و رشد. اگر من فکر میکنم که ما همین گذشته خودمون به مثل مولانا و فردوسی و رودکی اونو درست‌تر میشناختیم، درست‌تر میفهمیدیم، شاید رشدی تیزتر میکردیم. از سبب اون که نمیفهمیم بعد میگیم که در عصر تکنولوژی خواندن مولانا چی ضرورت دارد. خب از یه جای دیگه بگیریم، همین مولانا در برابری که با روح انسان سر و کار میگه، انسان میسازد، یک چیز مادی هم برای انسان قائل است، یا این میگه که دست و دل از این دنیا بشو. بسیار هم فکر میکنن، بسیار ها به این اندیشه که ادبیات ما یا مثنوی ما میگه بچه خوش اخلاق شد از تکات پیش بر ده کنج برا بشید دیگه هیچ کاری نکن. واقعا همین طور است؟ یا میخوام بفهمونید به بیننده های کتابخوان که چیزی دیگر هم میگه مولانا؟ پیش از این که به این سوالتون پاسخ دیم، این نکته که حضور گفتید که مثلا اگر ما دست به اینها میزدیم، یعنی رو به همین بزرگان خودمون می آوردیم، شاید پیشرفتیم ما به مراتب چند برابر بیشتر میشد. بله، واقعا همین طور هم هست دلیر جون. چون
علامه اقبال میگن که دانان صحرا نشینان کاشتن، حاصلش افرنگیان برداشتن. این تخم، این تمدن بذرش رو این بزرگان ما کاشتن. باور کنید امروز حتی بهترین کتاب های دنیا رو وقتی که میخونید، یک کتاب خلاصه میشه در یک بیتی امثال مولانا و دیگر بزرگانمان. همه این چیزها رو ما داریم، فقط مشکلی ما این شد که ما استفاده درست نتوانستیم. ما اینها رو فقط مثل یک بیت، یک شعر دیدیم، همچنان که میگن خوب شعر است، اما خبر اینه که این شعر یک فرموله بود برای ما، یک فرموله موفقیت، یک فرموله که انسان رو رستگار میکند، دنیا و آخرت رو برای تو میدهد. اما اینکه آیا مولانا و بزرگان ما این دو چی رو جدا میبینن یا که ضد دنیا هستن؟ به خصوص من از زبان مولانا گفته میتونم که نه، اندیشه مولانا به دنیا تماما چیزی دیگر است. من به این خاطر شاید امروز مولانا معروفیتی بیشتر دارن. شاید بودن بعضی فرقه هایی که این رو خطا فهمیدن، سوء استفاده کردن. همه در همه دوره تاریخ بوده است. اما مولانا این نگاه رو ندارن. مولانا میگن که مثلا ببینید دنیا مذمت شده است، خوب، ولی مولانا دنیا رو تعریف میکنن، میگن چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نقماش نقره و فرزند و زن. میگو این که اگر دنیا مذمت شده است، شما فکر نکنید که خانه، پول زیاد، نمیدونم یگون وظیفه داشتن، ثروت، اینها نه، اینها دنیا نیست. میگون چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. همین که تو رو اگر از اون خوب رسالتی اصلی انسان که باید به همون نیستان برگردد، تو رو از اون راه بزرگت، اون دنیا هست. ببینید حالا شاید این که ما میگیم دنیا گنده است، شاید یک نفر هیچ ثروتی نداره، اما بر فرض یک تلفن، اگر به امروزی چیز بریم، یک تلفن میگیرد، همون تلفن دنیای اون میشد، این دنیا میشود براش. اما یک نفری دیگر در مقابل تلفن نه، شاید میلیاردها دارد، شاید مثلی اگر امروز گوییم ایلن ماسک در این حد دارایی دارد، ولی او رو نمیتواند از اون مسیر اصلی از هدفش، از هدف آب در کشتی هلاک کشتی است، چوبو در کشتی پشتی است. یعنی مهم که همون تو رو از اون مسیر باز ندارد، این دنیا نیست. یعنی تمام وسیله های مادی هم که انسان به همون انسانیتش برسونه، این مجاز است آخه. این بهترین است. اگر که نباشد در همین یک جا بشینی به انسانیت خدمت نرسی، این دیگر باطل است. بله، چون ببینید وقتی که حتی در مثنوی داریم یک اپیزودی گویم حیاتی خوب پیامبری ما رو میارن، میگن وقتی که یکی از همون صحابه ها بیمار شد، فهمیدن اومدن این رو مولانا آوردن، بعد در همون جا این چی رو میگن، اومدن پرسیدن گفتن چیکار کرده است؟ گفتن وقتی که تی اون رو فهمیدن، او خواسته بود که مثلا خودش از خدا همین چیز رو طلب کرده بود که مثلا برای من تنها اونجا بود. پیامبر گفتن این اشتباه است. ما میگن که هم حسنات این دنیا رو، خوبی های این دنیا رو، هم اون دنیا. ما اگر اینجا رو آباد کردن نتونیم، چگونه اون طرف رو آباد میکنیم؟ انسانی که در فقر زندگی میکند، در روایت هم داریم فقر انسان رو به کفر میکشوند. وقتی که من اگر نیازهای امروزی خودم رو اینها نتوانم برآورده کردن، چرا من به امید باشم که اونجا رو اینا برآورده میکنن؟ باید اینجا رو اول آباد کنن این بزرگانمون، این کتاب ها، بعد اونجا. ولی متاسفانه این فهمشی درست شاید اکثر جوانان ما رو اگر نگاه کنیم از ادبیات دور کرد. اونها فکر کردن که هر کس این سمت رفت یعنی که دیگر پولدار نمیشه. چون امروز ما همه چی رو در پول میبینیم. ولی پول بله هست، اما یکی از اون بخش های خوب انسانی خوشبخت چی میشود. به این خاطر از نگاه اینا هیچ تناقضی نمیبینن مولانا در دنیا. همون مصرا نمیدونم همین مصرا با کدام شاعر تعلق دارد که گفته است، میگه عقبا طلبی آهی سحر باید کرد، دنیا طلبی عزم سفر باید کرد، عقبا طلبی و باز دنیا طلبی، این ناس به علمی پرثمر باید کرد. این همین بزرگان گفتن، میگه اگر گویی که بتونم قدم در بتونم، اگر گویی که نتونم بیرا بینشی که نتونم. همینا گفت، همینا این قدر. من بعدن وقتی که یک وقت از نگاه انتقادی وارد این ادب شدم که واقعا این مردم میگن اینا واقعا ما رو با خوب دعوت میکنن، ما رو نمیمونن حرکت، ولی از سر تا پا در حرکت، در تلاش حرکت کن، پیش برو. حتی میگه که همین مولانا میگه که دوست می‌دارد یار این آشفتگی، کوششی بیهوده به هدف گفتگی. یعنی همه جا باید حرکت کرده شود. برای همین من فکر میکنم که این اندیشه بود از ذهن ما دور کرده شود که این ادبیات، اخلاق، فرهنگ. حالا همین بیتی که دوست دارد یار این شده قصهش رو میدونم. خب میخوام یه بار تعریف کنید برای حضرت علامه اقبال
علامه اقبال که یکی از شاگردان معنوی مولانا محسوب میشن، خودشون میگن که مولانا جهانی مرا تغییر داد، روحی مرا تغییر داد. این واقعیت است. وقتی که در اروپا تحصیل میکردن، بعد یک شب میگن مثنوی رو میخوندن، یک وجد، یک حالتی مستی دست داد و فریاد میکرد. بعد همسایه اومد در زد، گفت چی است؟ بعد اقبال وقتی به خود اومدن فهمیدن که صدا بلند کردن. بعد گفتن راستی یک چیزی خوندم که دیگر نتونستم. اون هم تعجب کرد، گفت چی بود که تو را به این حد آورد؟ گفت مثلا ما یک بزرگی داریم با نام رومی که این طور میگه دوست دارد یار این آشفتگی، کوششی بیهوده به از خفتگی. وقتی این رو تعبیر کردن او هم مست شد. یعنی که واقعا خودی اقبال برگرفته از همین شما میگن که در طلب کوش مده دامن امید زیده است. دولت هست که یا بی سری راه گاهی در طلب کوش. هیچگاه اینها ما رو نمیگوین که تو برو بخواب. تو امروز متاسفانه این طور قبول کردن که انسان مؤمن خوب باید یک گوشه دستگوش پیشی بر خب خوب شرکت. حالا این برای که همین نکته رو ما دقیق تر گوییم، حضرت مولانا در مثنوی یک قصه هم دارن که خیلی بر روشن‌تر همین نکته رو بیان میکنند. یک میگن یک مردی بود، خوب به خداوند عهد بست که من دیگر هیچ تلاشی نمیکنم. خب تو که روزی رسان هستی، تو که میگویی که رزق و اجل به پای خودشون میرسن، تلاش من چی معنی داره؟ رفت در مسجد اعتکاف کرد، یعنی فقط با عبادت مشغول بود. یک روز گذشت، 2 روز گذشت، 3 روز گذشت، او دیگر بیحال شد. او هیچ چیز حرکت نمیکرد، چیزی هم نمیخورد، به امید بود یک مایده آسمانی میرسد. در همین وقت شب هنگام بود، یک مسافر از راه رسید و جای نفت همون مسجد وارد شد. بعد وقتی میگوین او در آمد، این آدم در یک کنجه نشسته بود و تاریک بود مسجد. خوب مسافر در آمد، میانش رو باز کرد، همون چیه که همراهش داشت کشید و از همون نان آبی که داشت میل میکرد. این از دور میدید و خب انسانی گشنه و تشنه چگونه است، دیگر میخواست که اون رو بخورد، ولی همون عهدی که بسته بود مانع میشد. کمی منتظر شد، دید او نزدیک است آب نان را تمام کند. بعد یک سرفه کرد. خب مسافر فهمید که اینجا کسی هست. بعد گفت مرد هر کی باشی بیا با من همراه شو. بعد آمد همراه شد، خورد. خب از یک دیگر پرسیدن تو کی هستی، چه هستی؟ بعد این گفت که خلاصه من مسافر. این گفت که من همین گونه عهد بسته بودم. بعد این خندید، گفت عجب ساده هستی. حالا گفت ببین تو عهد بستی که هیچ تلاشی نکنی. خب این رزق رسید، اما از کجا رسید؟ این همون حاصل یک صرفه تو بود. اگر همین صرفه رو نمی کردی من تو رو دعوت نمی کردم. یعنی که مولانا بعد اینجا این نکته رو برای ما میگن که یعنی که لااقل همون کوششی بیهوده به از خفتگی یک حرکتی از ما در کار است. نشستن و دست بالای هم موندن برای ما چیزی نمیده. وقتی که همین دو مصرع آدم گشته و برگشته فکر میکند و جستجوی منطق میشود و میرود دنبال اون پند اندیشه، میگی صدها کتاب انگیزشی که امروز وارد جامعه ما میشوند وقت بهوده صرف نکن از پیکارش، میگی بیان زانو بزنن پیش همین دو مصرع، بیان زانو بزنن و شاگرد همین دو مصرع مولانا بشوند که اینقدر چرندی و اینقدر اندیشه من بسیار میگم موسی را در اون کتابو نوشتن آورن بالا یک انسانی که این در ادبیاتش گفته شده است، با میگن تو یک تلاش که هر این دو مصرعی که جوابی شاید صدها کتاب انگیزشی را بدید. بعد مشکل اینا هم این است که اینو یک طرف رو گرفتن، این کتاب‌های انگیزشی که میگید بله خوب است، اما در میان آنها تنها یک طرفه رفتن. ببینید بزرگی مولانا در همون دور زمان مولانا یک طرفه نیستن. مولانا اگه هم این طرف رو به این نوبت میگیرن، هم دنیا رو هم آخرت رو. ولی اینها چیکار کردن؟ فقط یعنی با هر قیمتی که باشد، حتی اون برای انسان که برای نفس حیوانی خانه کردن، مهمترین چیز که همون ارزش انسانی است. وقتی که ما اگر به این اندیشه رویم، یعنی از این هم باید بگذریم. خب بعد از اینکه همین اندیشه یا همین مکتب کپیتالیسم به وجود آمد، ما میدونیم در مکتب کپیتالیسم قناعت وجود ندارد. یعنی چیزی با اسم قناعت وجود ندارد. چیزی با اسم قناعت ما نمیبینیم. این چیز از بین رفت. اما همین قناعت هست که سعادت رو برای انسان می آورد. خب غرب برای چی مولانا رو قبول کرد؟ اونها رفتن، یعنی که طی این راه رو رفتن، سرشون به قول به همون دیوار زد، دیدن که هر چی خواستن برای آنها ملال آور شد. این دنیا همین است، هر چیز خسته کننده است. هر چیزی به هر چیز بهتر بلاخرش خسته میشه. انسان یک روز خسته میشه. مولانا همین رو میگن که تا
یک مصری عجیب هم دارن تا دم زین رنج هستی میگون وارهن ننگ خمر و بنگ بر خود مینهند، برای اینکه انسان از این رنجی که این دنیا هر چیزی که از رنج داره باید ما این رو قبول کنیم. یعنی که برای اینکه از این رنج انسان ها رهایی یابن خب یک پناهگاه لازم است. وقتی که اینها این چهار رو تجربه کردن خب در حیات انسان که هست، شاید یک کسی دید که نه این قرص و این خمر و این بنگ و این چیزهایی که مثلا ما فکر میکنیم هست در اونجا نیافتن، برگشتن به این دنیای معنویت. خب چی چیزی بهتر از مثنوی؟ کدوم شاید در ادبیات جهان این رو اگر قاطعانه گویم شاید یک کسی گوید که شما خطا میکنید، شاید وجود نداشته باشد اثر مثل مثنوی که همان نیازهای فطری که ما در اول گفتیم برای انسان اونها رو برآورده کنه. وقتی اونها در این یافتن گفتن آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. اینجا بود است، برگشتن. به این خاطر من فکر میکنم غرب این چیز رو در مولانا یافت که متاسفانه ما هنوز به اون نرسیدیم. ما همون راه رو که میرویم که اونها رفتند به بنبست زدن، سرشون در دیوار زد، ما میخوایم باز از پس اونها رو بریم بعد برگردیم همین جای اول. هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگاری اصل خویش. ما میخوایم اونجاها رو تجربه کنیم بعد اینجا برگردیم. اول این مسئله خیلی معلومه، هر کسی که دور ماند از اصل خویش خانه خود با یک انسان در یک وقتی که میخواد به همون اصل خویش برگرده. همه کتاب‌های دنیا هم اگر از بین بروند، همه کتابخانه‌های دنیا و این مولانا اگر این مثنوی بماند، انسان میتونه برای راه سعادت چه این یک حرفی ببین این یک حرفی ساده نیست، این یک بچه شرقی نیست، این حرف یک مولا نیست، یک روحانی نیست. این یک خانومی که آلمانی بود. این حرف اگر ما یک کمی اندیش کنیم خیلی حرف است. یعنی ببین میگه که اگر کتابخانه های عالم بسوزند تنها مثنوی میتواند دوباره بشریت رو برای سعادت رستگاری رساند. کسی که در نتیجه تحقیق این حرفا میزنه از روی احساس زیاده از 40 سال حیات خودش رو بخشید و به همین خلاصه رسید. میگه وقتی که در آلمان بعد جنگ دوم جهان شکست ها شروع شد و ما یک غم اندوه مردم فرا گرفت، تنها چیزی که امید میداد، میگه من این کتاب وقتی شروع کردم همین مولانا بود. یعنی کتاب هم امید میدهد، هم نشاط میدهد، هم را به سوی حرکت و پیشرفت و تغییرات دعوت میکنه. حالا که از او یاد کرده یک خاطره بسیار معروفش هم هست که همین گفته او و این بیت هم به من همیشه من میدهد. میگن مثلا بود او هم وقتی که انسانی که راه برآمد خواهی نخواهد خار هست، مشکلات هست، بعد از او پرسیدن که مثلا چه چیزی بود که تو رو بیشتر از این مشکلی ها رهایی میداد یا که امید میداد؟ میگفت تنها یک بیت مولانا، و اگر بر تو بماند همه راه و گذرها راه پنهان بنماید که کسان راه نداند. یعنی که تو برو، تو راحت رو ادامه ده، اگر رفت و راه بست شد باز یک راهی برای تو باز می شود که کسان راه نداند. من فکر نمیکنم یک جوان تاجیک، یک جوان امروزه تاجیک اگر با این اندیشه ها مسلط شد، با این اندیشه ها زندگی کرد، این اندیشه ها وارد زندگی نقی مونده بشود، اون به حرکت بشود، بیروز خروج، برعکس شد تلاش و زندگی و تغییراتش بیشتر بشود. من عکس خود شما میپرسم در آخر که ببینید در همین شبکه‌های اجتماعی وقتی اینقدر فساد و بد اخلاقی و سلواری در ما اول صحبت با برمیگردیم اخبار که وارد میشود، چی چیز شما رو امید میدهد که مثلا بیاید این کار رو انجام بدید؟ از چی الهام میگیرید؟ از چی نیرو میگیرید؟ و این کارهایی که من و شما میکنیم هیچ درآمدی مالی و مادی هم ندارن. خب شما چی دلیلی دارد که این کارها رو انجام میدید و کوشش میکنید که این تبلیغی مثنوی رو ادامه بدید؟ امید از کجا میگیرید؟ و آخری همون هدفی گفتی که حتی ایلون مسک اونها رو به هدفی داره، هدف شما در نهایتش چی است؟ یک پارچه شعری بود در یک برنامه‌مون این رو گفته بودم، اگر ذهنم کمک کنه، میگه خدایا اگر یک لحظه میدادی به من نیروی رحمانی، چی میکردم تو میدانی؟ تمام مثنوی معنوی پیری بلخی را به جان استخوان ملتی خود جای میکردم، سماع و عشق مستی را زینب برپا میکردم. یعنی که باور کنید اگر قدرت این رو میداشتم به فردی جامعه تاجیک میگفتم که مثنوی، باور کنید این حرف از روی احساس نیست دلیر جان، اگر ما روی آوریم هم سعادتی دنیا هم سعادتی آخرت رو ما کسب میکنیم. بله بعضا شاید اولی کار بود حالتهایی که یک ناامیدی دست میداد،
چون میبینی که این کارها رو میکنی در برابر یک نفری که یک حرفی سبک میزند ولی این قدر بیننده واکنش از بیننده. بعد به این نتیجه رسیدم که ما اگر یک بیننده، اگر ما توانیم حتی حیات یک نفر رو معنوی کنیم، یعنی که با این معنوی گیرانیم، این برای ما کفایه است. ولی در مقابل میبینیم امروز خدا رو هزار شکر یک نفر نه، هزاران نفر هستن. وقتی که مثلا از مسافرت هم برمیگردم یا که در مسکو میگردیم، انسان های وا میخوری که یک سخنشان کافی است که بعد از آشنایی این حرفو گفتن چند مراتب، یعنی که بعد از این که ما با دنیای مولانا آشنا شدیم زندگی ما تغییر یافت، واقعا تغییر می‌یابد. چون تمام چیز محصولی همون اندیشه ماست. خودی مولانا میگن که ای برادر تو همون اندیشه موقعی تو استخوان ریشه. مولانا با اندیشه ما کار میکنه. وقتی که اندیشه من اصلاح شد، موقعی زندگی من اصلاح میشد. پیش چشمت چون زدی شیشی کبود جمله عالم کبودت می نمود. به این معنی که وقتی که اندیشه دیگر شد، این عینک خودش دیگر می شود. این عینک نگاهی ما که دیگر شد، زندگی ما قطعا تغییر می وقتی نگاه به زندگی دیگر می شود، نگاه به انسانیت، نگاه به بشر دیگر می شود، قطعا زندگی آدم تغییر می کند. آدینه محمد بوریال به برنامه خوش آمدید و واقعا ما می توانیم در این موضوع ساعت ها صحبت کنیم، چون یک بحر بیکران است این موضوع، نه آغاز دارد و نه انجام. به قول مولانا بیایید خلاصه کنید صحبتتان رو و برای بیننده برنامه کتابخوان هر پیام و هر اندیشه داشته باشید برسونید و برنامه رو اینجا به انجام برسونید. خوب، سپاس به شما و به تمام بینندگان که بله بعضا در شهرها شاید خواهش کردن که ما رو اینجا بینن. ما مدیون لطف همه شما هستیم. سلامت باشین. خدا رو شکر میکنیم که خوب مردم هستن، اگر کم هم باشند خلاصه به این چیزها روی آوردن و گفتنیم که اگر ما حتما قطعا رو به علم، دانش، خرد بیاریم، اون جهالت، اون خرافات هایی که شاید در میان ما امروز هست از بین رود، قطعا ما یک جامعه، یک خب دنیای سالمی برای خود خواهیم ساخت. و با همین بیت حضرت مولانا خب ختم میکنیم که میگن در این خاک در این مزرعه پاک، به جز مهر به جز عشق دیگر تخم نکاریم. بیایید خب اگر توانیم بذر عشق و محبت خوبی کاریم، اگر نتوانیم لااقل یک گوشه بنشینیم تا دیگران این بذر رو بکارند و بدی نکنیم. سلامت باشید. محمد اقبال لاهوری میگوید که نکته ها از پیر روم آموختم، خویش را در حرف او واسوختم، باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم. واقعا وقتی ما از مثنوی اینجا یاد کردیم، مثنوی به عنوان یک کتابی که همون گناهدین محمد تان همه جنبه‌های زندگی انسان را، چه زندگی مادی چه زندگی معنوی را در بر میگیرد، چون سرچشمه این کتاب قرآن است. احادیث پیامبر است. یعنی قرآن، کسی که اون اعتقادی ما مسلمان ها کتاب آسمانی است و سازنده اون، فرستنده اون کسی است که ما را ساخته است. وقتی که سرچشمه اون، منبع این کتاب چون این یک کتاب می شود، قطعا به نفع انسان است، قطعا به نفع انسان است. و شما هیچ تضادی در مثنوی هم نمی توانید که بر علیه انسانیت باشد، بر علیه بشریت باشد. و همین است که امروز مولانا به عنوان یک سخنگو، به عنوان یک پیر راهنما در گوشه و اقصای عالم اعتراف می شود، محبوبیتش بیشتر می شود. و ما که خود وارثان اونها می دونیم، ما که خود پیروان آنها می دونیم، باید زیر ذره بین این مثنوی را قرار بدیم و از پند و حکمتاش برای زندگی خود کار بگیریم. یادآور شم که این برنامه کتابخوان بود و هم صحبت من بودن آدینه محمد آدینه‌یف، مؤلف و مؤسسی سامانه پندنامه کتابخوان را هم پیگیر باشید و صحبت های جالبتر در پیش است. خدا یارو یاورتان باد.